گریگوری راسپوتین. خب وقتی این اسم رو میشنویم معمولاً 2 تا کلمه به ذهنمون میاد: قدیس یا گناهکار. تاریخ همیشه اون رو اینجوری به ما نشون داده. اما اگه هر دوی اینها اشتباه باشه چی؟ یه لحظه فکرشو بکنید. اگه اون نه یه مرد خدا بلکه یه سلاح مخفی بود، سلاحی که دقیقاً برای نابود کردن یه امپراتوری طراحی شده بود. توی این بررسی می‌خوایم یه روایت واقعاً تکون دهنده رو با هم ببینیم. داستان راسپوتین به عنوان یک جاسوس. این سوال اصلیه مگه نه؟ چطوری آخه یه دهقان ساده از سیبری میتونه یکی از قدرتمندترین امپراتوری‌های جهان رو، یعنی امپراتوری روسیه رو، به زانو در بیاره؟ خب طبق کتاب راسپوتین نوشته منوچهر موتی، جوابش اون چیزی نیست که فکر میکنیم. انگار پشت پرده توطئه خیلی پیچیده وجود داشته. پس بیایید با همین پرونده رو باز کنیم و ببینیم داستان از چه قراره. خب اولین بخش داستان ما، مردی مرموز در دربار تازار. نکته اصلی اینجاست. این کتاب میگه صعود راسپوتین اصلا شانسی و تصادفی نبوده. یعنی برخلاف تصور خیلیا، هر قدمی که برداشته، از وارد شدنش به جمع اشراف گرفته تا نفوذش توی دربار، کاملا حساب شده بوده. انگار داشته توی یه بازی خیلی بزرگتر مهره ها رو برای فروپاشی روسیه از داخل میچیده. و اینجا داستان واقعا پیچیده میشه. کتاب ادعا میکنه مردی که قرار بوده بشه راهنمای معنوی ملکه، یعنی تزارینا، یه گذشته خیلی تاریک داشته. میدونید چی؟ یه دزد اسب فراری بوده که حتی یه پرونده قتل بازم داشته. سوال اینه چطور همچین آدمی اصلا میتونه به قلب قدرت راه پیدا کنه؟ این اولین سرنخ مهم ماست. و این سرنخ اون ما رو میرسونه به قلب ماجرا. بخش دوم، نقشه سرویس مخفی آلمان، طرحی برای بی‌ثابت کردن یه امپراتوری رقیب از داخل. میدونید مغز متفکر پشت این نقشه کی بوده؟ طبق این روایت سرویس اطلاعاتی آلمان. اونها دقیقاً قبل از جنگ جهانی اول دنبال یه راه بودن که رقیب قدرتمندشون یعنی روسیه رو فلج کنن. و راسپوتین خب اون سلاح مخفیشون بود. این نقشه اونطور که توی یه نامه محرمانه فاش شده 4 مرحله خیلی دقیق داشته. اول، یه مرد فوق‌العاده و در عین حال فاسد شدنی پیدا کنن. دوم، با معجزه‌های ساختگی براش شهرت و اعتبار بسازن. سوم، از این شهرت استفاده کنن تا اون رو به دربار برسونن و نفوذش بدن. و مرحله آخر، با استفاده از اون هرج و مرج داخلی راه بندازن و دولت روسیه رو فلج کنن. یعنی رسما یه جنگ روانی تمام عیار. و این جمله از اون نامه محرمانه واقعا نفس آدم رو بند میاره. گوش کنید. این مرد باید چندین معجزه انجام دهد و شما شرایط شهرت و محبوبیت او را فراهم خواهید کرد. ببینید چقدر دقیق بوده. اونا دنبال یه آدم معمولی نبودن. داشتن یه اسطوره می ساختن. یه نقشه شیطانی برای اینکه از ایمان و باور مردم علیه خودشون استفاده کنن. خب سوال اینه که چطور همچین نقشه بزرگی رو اجرا کردن؟ خب بریم سراغ بخش سوم، ساختن یک قدیس، یا به عبارت دیگه خلق یک معجزه‌گر. همه چیز از همینجا شروع شد. اونا به یه نفر احتیاج داشتن که بتونه معجزه کنه، کسی که بتونه اول قلب مردم و بعدش قلب دربار رو به دست بیاره. و صحنه این نمایش بزرگ کجا بود؟ شهر کازان. ببینید چقدر همه چیز مو به مو برنامه‌ریزی شده بود. اول پروتوپوفوف که عامل نفوذی بود مخفیانه با راسپوتین قرار میذاره. بعد مامورای مخفی شروع میکنن به شایعه پراکنی و کلی آدم رو توی کلیسا جمع میکنن. بعد یه زن که نقش نابینا رو بازی میکرده میارن جلو و بوم، راسپوتین معجزه ساختگیش رو اجرا میکنه و یک شبه شهرتش همه جا رو برمیداره. یه عملیات روانی بی‌نقص. بیایید یه لحظه اوج این نمایش رو با هم تصور کنیم. یک کلیسا که عمدن پر از جمعیت شده، فضا پر از بوی کندره و یک سکوت سنگینی حاکمه که فقط با زمزمه دعای مردم شکسته میشه. توی همین لحظه راسپوتین قدم میذاره جلو، همه چشما به اون خیره شده. و بعد اون اتفاقی که همه منتظرش بودن میفته. کتاب میگه اون زن یهو فریاد میزنه که بیناییش برگشته. میتونی تصور کنی چه شور و هیجانی توی جمعیت به پا میشه؟ یه موج مذهبی کل کلیسا رو میگیره و تمام. شهرت راسپوتین به عنوان یه مرد مقدس همونجا تثبیت میشه. این در واقع بلیت طلاییش برای ورود به دربار تزار بود. اما فقط شهرت بین مردم عادی کافی نبود. اون باید نخبگان رو، یعنی اونهایی که قدرت واقعی دستشون بود، از درون کنترل میکرد. چطوری؟ خب بریم سراغ بخش 4، قدرت افسون و اغواگری، کنترل از طریق کاریزما و فساد.
اون از یه ترکیب واقعا مرگبار استفاده کرد. کاریزما، فساد و یه فلسفه خیلی خطرناک. فلسفهش به طرز هوشمندانه‌ای و البته شیطانی ساده بود. میگفت برای اینکه خدا شما رو ببخشه، اول باید یه گناهی کرده باشید که بخواد ببخشه. یعنی گناه کردن یه قدم لازمه برای رسیدن به رستگاری. و البته خودش رو به عنوان واسطه این رستگاری معرفی میکرد. این یه جور توجیه الهی بود برای اینکه بتونه کنترل کامل ذهن و حتی جسم پیروانش رو به دست بگیره. و تأثیرش روی آدم‌ها واقعاً عجیب بود. یه جوری دوگانه. زن‌های اشرافی انگار هیپنوتیزم می‌شدن، کاملاً مسحور و مجذوبش می‌شدن و یه حس تسلیم بیچون و چرا بهش داشتن. اما در مقابل مردای اشرافی معمولاً با یه حس نفرت و انزجار عمیق ازش دور می‌شدن. و همین شکاف دقیقاً همون بذر تفرقه‌ای بود که اون لازم داشت توی دربار بکاره. و خب اینجا دیگه تمام قطعات پازل کنار هم چیده میشن. بخش آخر، کاتالیزور یک فروپاشی، پرده آخر در سقوط امپراتوری. راسپوتین، اون قدیس ساختگی، تبدیل شد به کاتالیزور، یعنی تسریع کننده فروپاشی. اون نماد همون فسادی بود که داشت امپراتوری رو از درون مثل موریانه میخورد و راه رو برای انقلاب باز میکرد. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، طبق این روایت مأموریتش کاملاً موفقیت آمیز بود. اون به طور سیستماتیک تزار و تزراینا رو بی‌اعتبار کرد. بین اشراف روسیه بذر اختلاف و پارانویا پاشید. رسوایی هایی که به بار آورد نفرت مردم از حکومت رو شعله‌ورتر کرد و در نهایت به عنوان یک عامل موفق هرج و مرج راه رو برای انقلاب کاملاً هموار کرد. اون امپراتوری رو دقیقاً زمانی که بیشتر از همه به اتحاد نیاز داشت از هم پاشوند. و در نهایت دوباره برمیگردیم به سال اول. راسپوتین واقعاً کی بود؟ یه مرد مقدس، یه هیولای به تمام معنا، یا فقط یه مهره توی یه بازی خیلی بزرگتر از خودش؟ شاید حقیقت کامل ماجرا هیچ وقت مشخص نشه، اما داستانش یه هشدار خیلی مهم برای تاریخه. اینکه گاهی وقتا بزرگترین تهدیدها از مرزهای کشور نمیان، بلکه از دل خود قدرت سرچشمه میگیرن.